سرک‌های ولسوالی‌های هشتگانه راغ و درواز ولایت بدخشان پیچیده ترین و دشوارترین راه‌های کشور هستند. راه‌هایی که بر زندگی روزمره مردم این ولسوالی‌ها سنگینی می‌کند. باشندگان این ولسوالی‌ها برای رفت و آمد در این مسیرهای پرپیچ و خم همواره با رنج و سختی‌های طاقت فرسا دست و گریبانند. دیدن یکی سر راه آمدن، دیدن که موتور چپه شدگی، یکی سر راه دیگه آمدن که هیچ سرک نیست، وجود نداره. دیگه این مردم این مشکلات را دارن. اینجا دیمی چاری بلند که است، اینجا اکسال میده کردیم. این راه خو بسیار ثقیل است، بلندی است. این باز اکسال در کل در کمک به کمک هیچ بالا نمیشه. دیگه موتور ساده آمده نمیتونه غیر کمک دار. عبور از این راه‌ها تنها یک سفر یادی نیست، بلکه آزمونی است دشوار که در هر قدم خطر و هراس را به دوش مسافران و رانندگان می‌گذارد. 4 فصل سال برای مردم این مناطق تفاوت چندانی ندارد. زمستان با برف‌های سنگین، بهار با لغزش کوه‌ها، تابستان با گرد و خاک و خزان با باران‌های سیلاسا مردم این ولسوالی‌ها را به زنجیر مشقت و محرومیت بسته است. این ویدیو که در فصل زمستان از سوی مسافران در مسیر راه‌ها ثبت شده گویای بخشی از این مشقت است. جایی که برف به اندازه انباشته شده است که از بلندی و ارتفاع موترهای باربری نیز فراتر می رود و مسافران با موترهایشان در برف گیر افتادند. تصویری که شاید برای بسیاری دور از باور باشد. نبود پل در مسیر این ولسوالی ها نیز چالش دیگری است که زندگی روزمره مردم را به کام خطر می کشاند. برای گذشتن از دریا مردم ناگزیر به استفاده از روش‌های ابتدایی و خطرناک مانند کارگیری از کیمند، راهی که بارها جان افراد را گرفته و رهگذران را میان مرگ و زندگی سرگردان ساخته است. این گذرگاه نه تنها برای گذشتن افراد بلکه برای انتقال مواشی نیز به کار گرفته می شود. این ویدیو نشان می دهد که چگونه یک مرکب از دریا عبور داده می شود. صحنه‌ای که شاید برای برخی جالب و حتی خنده آور جلوه کند، اما برای باشندگان راغ و درواز بخشی از خاطرات دشوار و روزهای تیره است. باشندگان ولسوالی‌های راغ و درواز بدخشان خواستار توجه فوری و جدی دولت به وضعیت دشوار راه‌هایشان هستند. ساحه ما یک ساحه بسیار دوردست است که رسانه‌ها در اینجا کم رسیدگی دارند. ما تقاضا میکنیم که هرچی عاجلتر زودتر قیر شود، پاسداری شود. بسیار تشکر زیادی میکنیم از دولت، از رسانه‌ها. قیر شود، ما از امارت اسلامی خواهشمندیم که قیر شود بسیار خوب میشود. این راش خوب میشود. ما دائم دیگه زمستان نه لای چهل است نیش دائم آرام میریم میاییم. ما که دیگه نمید یک مدت ما که کار کردیم دیگه دائم این لای چهل است دیگه رفتن نمیتونیم، آمدن نمیتونیم. اما مقام ولایت بدخشان میگوید بودجه ساخت 60 کیلومتر این سرک به شکل پخته به هزینه 650 میلیون افغانی از سوی رهبری حکومت منظور شده است. معاون والی بدخشان میگوید در گام نخست 24 کیلومتر این سرک به شکل پخته ساخته می شود که کاریان در هفته های نزدیک آغاز خواهد شد. امیر المؤمنین حفظه الله تصمیم گرفتن که این سرک را منظور کردن تا اینکه این سرک ریزه شود و پخته جور شود. تقریبا 650 میلیون افغانی بودجه منظور شده. انشالله این سرک به عنقریب در هفته آینده افتتاح میشه و کارش عملا شروع میشه انشالله. با این همه ولسوالی‌های راغ و درواز بدخشان غنی از معادن ارزشمند به ویژه طلا هستند، منابعی که می توانست بخشی از آن برای ساخت سرک مصرف شود و زندگی مردم این ولسوالی‌ها را مرفه‌تر سازد و آنان را از مشکلات رفت و آمد و محرومیت‌های اقتصادی نجات دهد، چیزی که مردم این ولسوالی‌ها در دهه‌های گذشته چشم انتظار این خدمات بودند. بیک محمد احمدی، رادیو ریت، ولایت بدخشان.